بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى من كتاب شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. الشرح يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. صاحب متن الله رحمتش کند، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب میفرماید: اعلم ارشدك الله لطاعته. بدان الله تو را به طاعت خویش راهنمایی کند. در اینجا باید که ما فهمیم که الله سبحانه و تعالی اگر دعای این شخص بزرگ قبول کرده باشد، ان شاء الله ما خوشبخت میشویم. واقعا شیخ سه مراتب است که در حق من و شما طالب علم ها دعا میکند. بدان الله تعالی به طاعت خویش راهنمایی کند. ما گفته گذاشتیم که طاعت چیست؟ طاعت اساساً با اختصار گویم میگم به شریعت موافق کار کردن. اگر به تفصیل گویم از این کمتر بود، به تفصیل تر یعنی فرموده های الله را به جا آوردن، از منع کرده هاش کنار یک طرفه شدن طاعت میگویم. انا همون طاعت الله خودسرانه نمیشد. الله سبحانه و تعالی برای من و شما راهنمایی کند، نشون ما دهد. بعد از آن یعنی که میدونی آدم که این امر است و این نهی است. شیخ در حق من و شما دعا میکند که الله شما را راهنمایی کند به طاعت خویش. اعلم یعنی تیقن واجزم، لا تشک ولا تظن ولا تتوهم. مانند پیشینه شرح داده شده است که معنای اعلم چیست؟ تیقن، یقین حاصل کن. یقین حاصل کن یعنی یقین كلما ازداد العلم ازداد اليقين. علما میفرمایند که چقدر که علم زیاد شدن گرفت، همین قدر شک و شبهه از قلب انسان رفتن میگیرد. برای همون میگوید که اعلم معناش چی بوده است؟ یقین حاصل کن. واجزم و قطعی باش. لا تشک، شکاور مشو. ولا تظن، گمان نکن. ولا تتوهم، وهم مکن. اینا رو گذاشتیم که ظن و وهمش چی معنی؟ نعم. اعلم ارشدك الله لطاعته. هذا دعاء خبر بمعنى الدعاء. این دعا است. خبر به معنی دعا آمده است. این چی گفتنه؟ ارشدک الله خودی که خبر داده شده است که الله تو را به طاعت خودش راهنمایی کرد. این خبر میگویند. اگر نه در واقع چه است؟ این دعا است. زیرا که بسیار وقتا اگر رحمت داده باشد دعاها به فرم و شکل زمانی گذشته میبیایند. والمعنى اسأل الله ان يرشدك لطاعته. معنا از این عبارت بود است که من از الله مسئله دارم که وای تو را به طاعت خویش راهنمایی کند، ارشاد بفرماید. و يدل على نصح هذا الامام. این دلالت به چی؟ به خالص بودن این امام کرده است. برای که کلمه نصح، نصیحت، این به معنای چی است؟ خالص. خب خالص بودن امام دلالت کرده است که در حق من شما خیلی خالصانه دعا کرده است. لانه يعلمك و يدعو لك. زیرا که وی تو را تعلیم داده است و در برابر این زحمت و این محنتش با در حق تو به فایده تو دعا کرده است. بان يرشدك الله لطاعته. دعای شیخ از آن عبارت است که الله تعالی به طاعت خویش راهنمایی کند. کما انه فی الاول دعا لك بالرحمه. خیلی که وی در اول برای تو دعا کرد. دعا با چی کرد؟ دعا با مهربانی کرد. الله تعالی اعلم رحمك الله گفت. و هنا دعا، در اینجا دعا کرد، گفت اعلم ارشدك الله لطاعته. بدان الله تعالی به طاعت خویش راهنمایی بکند. ان الحنیفیه ملت ابراهیم، که
باید دانی که حنیفیت ملت ابراهیم از آن عبارت است که ان تعبد الله وحده، الله را یکو یگانه عبادت بکنی، مخلصا له الدین، برای او دین را خالص و پاکیزه کرده. هذه الحنیفیه، مراد از این حنیفیه چیست؟ هي عبادت الله مع الاخلاص. یعنی مراد از حنیفیت چی بود است؟ الله را با اخلاص عبادت کردن است. معنی اخلاص یعنی که در برابر او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندادن. سمیت الحنیفیه لکونها، یعنی این را حنیفیت نامیده شد برای چی؟ لکونها من الحنف، از حنف گرفته شده و هو المیل، این به معنای میل کردن. لکونها مائلة عن الشرک الى التوحید، برای خاطر حنیفیت میل کننده روگردان بودنش از شرک به سوی توحید. برای خاطر من ابراهیم علیه السلام حنیف بود. مراد از حنیف چیه؟ یعنی که از تمام دینهای دروغین روگردان بود و روی آورنده بود به توحید، به دینی یک پرستی، به دینی حق. ولهذا تسمى الملة العوجاء لأنها مائلة عن الشرك إلى التوحيد. عجيبة. ولهذا تسمى الملة العوجاء لأنها مائلة عن الشرك إلى التوحيد وهي في نفسها مستقيمة. عجيب. الله اعلم. این با دیدن در کار است. چه خیلی این عباره نویسه چه مقصد دارد گفته است که ولهذا تسمى الملة عوجاء، برای خاطر همین است که نامیده می شود آن را ملتی کج گفته شده است. ولهذا لا تسمى الملة العوجاء. الله اعلم چی معنا دارد با ممکن سونی فهمیمش. گفته است که برای خاطر این است که نامیده نمیشد حنیفیت را ملتی کج گفته، برای که عوجا گفته ملتی کج میگن. لانها مائلة، بله درست بوده اکنون فهمیدمش. ولهذا تسمى الملة العوجاء. نگاه کنید، برای خاطر همین حنیفیت را ملت عوجا میگویند. ملت عوجا اساسا اعوجاج کج میگویند. برای چی ملت کجش میگویند؟ اکنون در کردم. سبحان الله، حول ولا قوة الا بالله. برای خاطر آن وی را ملت کج مینامند که لانها مائلة عن الشرك الى التوحید، زیرا که وی میل میکند. وقتی که میل کج میشود گفت وی میل کننده است از شرک به توحید. و هی فی نفسها مستقیمه، ولی در خود چیه؟ او راسته، در راه خودش، یعنی در خود به خود وی راسته. برای خاطر آن وی را ملت عوجا مینامند که وی از شرک بیره میزند، یعنی که از شرک روی میگرداند به طرف توحید که متوجه میشود. از همون لحاظ او را ملت عوجا نامیده شد. ولی انها مائلة عن الشرك الى التوحید گفته گوشه تکرارا، چون که ملت حنیفیت یک ملتی است که میل کننده از چه؟ از شرک به طرفی به جانبی به اتجاه توحید. هي بالنسبه للتوحید مائلة عن الشرك الى التوحید و هي في نفسها مستقیمه. دیده و نسبت به توحید واقعا چی؟ میل کننده است از شرک. نسبت به توحید چی؟ یعنی به طرفی توحید میل کننده است از شرک. و هي في نفسها مستقیمه، ولی در نفس خود، در داخل خود میبینید که ملتی راسته. کما قال سبحانه و تعالی، چنانه که الله حق سبحانه و تعالی میفرماید قل اننی هدانی ربی، بگو به درستی مرا پروردگارم هدایت کرد.
یعنی وفقنی، هدانی بمعنی توفیق، الله پروردگارم من توفیق داده است. و کجا؟ الى صراط مستقیم، براه راست، و هو دین الاسلام، و دین اسلام گفتی زمین. در اینجا صراط مستقیم باید به معنای دین اسلام است. دینا قیما، این دین قیم است، بدل از محل یعنی به جای صراط مستقیم. دینا قیما ملت ابراهیم، یعنی و چه دین است؟ مراد از این بدل از چی شده است؟ همون از صراط شده است. مراد از همون راه راست کدام دین است؟ و دین است که قیما ملت ابراهیم، المراد بالقیام ای مستقیما، دین راست ای ملت ابراهیم، و دین ابراهیم است، همون ابراهیمی که او حنیف است. این صفت برای ابراهیم است، ای مائلا عن الشرک الى التوحید، یعنی از شرک روگردان و روی آورنده به توحید است. و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکان نبود. فالحنیفیت سمیت حنیفیتا لکونها ملت ابراهیم، حنیفیت را حنیفیت نامیده شد برای خاطر ملت ابراهیم بودنش. مراد از ملت چه؟ دین ابراهیم. ولکونها مائلة عن الشرك الى التوحید، و به همون خاطر وی را حنیفیت نامیده شد که زیران که وی میل کننده، روگرداننده است از شرک به طرف توحید. قال علیه الصلاة والسلام، پیغمبر علیه الصلاة والسلام میفرماد که بعثت بالحنیفیة السمحه، الله من مبعوث گردانید، یعنی پیغمبر کرده فرستانید و همراه خود یعنی آورده من حنیفیت را. مراد از حنیفیت سمحه چیست؟ ما هي الحنیفیه؟ اینجا در گفته شده است که حدیث اخرجه احمد من حدیث ابی امامه، یعنی مراد از حنیفیت چیست؟ یعنی این دینی که من از جانب پروردگار آوردم مانند دین ابراهیم از تمام انواع شرک روگرداننده است به طرف توحید. مراد از سمحه چیست؟ سمحه گفته تمام قانونهای آسانه، تمام چیزهای آسانه سمحه میگویند، یعنی گذرش، دینی که گذرش دارد، دینی که مثلا از طبیعت، از حدود انسان، از طاقت انسان بالا نبودگی چیز سمحه میگویند، یعنی که طبق طبیعت، طبق برداشت انسانیت سمحه میگویند. شخص سوال میدهد که ما هي الحنیفیه؟ مراد از حنیفیت چیست؟ فالجواب، شیخ در جواب میفرماید که هی ان تعبد الله، وای از آن عبارت است که الله را عبادت میکنی. خب چی خیل؟ بان تصرف العبادت لله، یعنی عبادت برای الله صرف میکنی. تعبد الله بالصلاة و تعبد الله بالصوم، الله را به نماز عبادت میکنی. و تعبد الله بالصوم، الله را به روزه عبادت میکنی. و تعبد الله بالحج، به حج عبادت میکنی. و تعبد الله بالدعاء، الله را به دعا عبادت میکنی، زیرا که الدعاء هو العباده. و تعبد الله بالذبح، الله را به ذبح عبادت میکنی. برای چی اینا شیخ ذکر کرده شده است؟ یعنی وقتی که تو دعا میکنی، حج میکنی، روزه میداری، ذبح میکنی، نماز میخوانی، احتیاط کن که مبادا برای غیر الله صرف نکنی. و تعبد الله بالنذر، الله را به نذر عبادت میکنی. بسیار کسا در این نذر و در این ذبح و در اینا خطاگیان میکنن. و تعبد الله ببر الوالدین، با نکویی پدر و مادر الله را عبادت میکنی. پدر و مادر یعنی نکویی کردن هم اینم در عبادت الله داخل میشود. برای خاطر این است که الله سبحانه و تعالی یعنی که احترام و بر والدین بعد توحید خودش ذکر کرد که بعد توحید خودش ذکر و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. گفت مثلا میگه پروردگار تو حکم برآورد، قرار برآورد یا که امر فرمود که جز او یگان کس عبادت نکنید و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکویی کنید. سبحان الله، چقدر انسان هستن که به طور خودشون گویا که الله را عبادت میکنن، اما نوبت گویم نکویی پدر و مادر رسیدگی نمیبینید که چقدر کم و کمبودی ها میکنن در حق پدر و مادر، نعوذ بالله. و تعبد الله بصله الرحم، این هم کمبودی ها هست در بین مسلمانان امروزی. ما الله را عبادت میکنی به چی؟ به علاقه خیش تباره، به خیش تباره رفت و آن میکنی،
احوال خبر گرفته میستی. اینم عبادت. چقدر انسان هستن که در امر نماز و روزه و حج و زکات چنان سخت میسد ماشاءالله، اما در باب خیش تبار میبینید که یعنی که قریب که مثال گیریم خیش تبار هم نداشته باشد. و تعبد الله بالاحسان الى الجيران، هم ضرور است الله را عبادت میکنی با کدوم؟ با بچی؟ با کدوم نوع عبادت؟ با احسان کردن به همسایه های ما. همسایه فرق دارد. همسایه اگر ما با خیش و تبارت باشد، اگر با او یعنی حق او با بلندتر میشه. و تعبد الله بالجهاد فی سبیل الله، الله را عبادت میکنی با جهاد در راه الله. یعنی جهاد گفته مردم همی که یک باره خواب باشد خوابش میپره، وقتی نوم جهاد فهمد خیالش که تیز کلاشنکوف گیره و دعو برا. سبحان الله. بسیار هم کسانی که مثال گیریم جهاد گفته فقط تیر و تفنگ میفهمن و ترکوندن میفهمن، میبینه که در حق بسیارش والله من میشناسم حتی بعضی انسانان رو که رفته در جهاد مردگی هستن، نیست نابود شدگی هستن، پدر مادرش راضی نیستن، پدر مادرش راضی نیستن، حالی این به نام جهاد است. بعد بعضیش دلیل میگه که یعنی که به هر حال یعنی که کسی که پدر مادر اطاعت نکرده جهاد رو هم که یعنی که جهادش قبول است. بله جهاد کنی همون جهاد. و تعبد الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر، یعنی الله را عبادت میکن بالامر المعروف، یعنی امر به کارهای پسندیده، یعنی امر بکنی به کاری پسنده. برای خاطر اینکه تو دیگران را امر به کاری پسندیده کنی، اول باید خودت به کاری پسندیده شناس باشی. و نهی عن المنکر، به نهی از منکر، برای خاطر اینکه یک کس تو باز داری از کار منکر و ناجویه، اول باید خودت شناس باشی به منکر. و تعبد الله بکف نفسك عن الفواحش، الله را عبادت میکنی با چی؟ به خودداری کردن، یعنی خودت نگه میداری، نفست نگه میداری از کارهای فاحشه، و خب فاحشی ظاهری باشد خب باطنی باشد. و عن المحرمات، از چیزهای حرام. بسیار آدم هستن که از بعضی چیزهای حلال پرهیز میکنن، یعنی که حرام هستن گفته یعنی سهم میسن در روش یک طوری مونسه ریش میتراشن به طور خود تقوا دار هستن. و تعبد الله مخلصا له دین، الله را عبادت میکنی برای الله دین تازه نگه داشته، دیننده یگان چیز از خود سرانه یگان چیز علاوه نمیکنی. لا تكفي العبادة بل لا بد ان و تعبد الله بالاخلاص. لا تكفي العبادة، عبادت کفایت نمیکند هم تو من عبادت کردم، بل لا بد یعنی ضرور است و تعبد الله، ای الله را عبادت کنی بالاخلاص، یعنی در برابری عبادت کردنت الله را حق سبحانه و تعالی باید که تو اخلاص داشته باشی. اخلاص چیست؟ ولی اخلاص هو ان تعبد الله، ان تعبده ولا تعبد غیره. معنی اخلاص اون است که الله را عبادت میکنی غیر او را عبادت نمیکنی. لا تشرک معه غیره، غیر او را به او شریک قرار نمیدهی. این است عبادت، این است معنی یعنی که اخلاص. لأن المشرك يعبد الله ويعبد غيره، زنو که مشرک کسی را میگن که الله را عبادت میکند و غیر الله را عبادت میکند. فالمشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون، مشرکایی که پیغمبر علیه الصلاه و السلام با اونها مبعوث گردید به نزد یا الله سبحانه و تعالی فرستانید، پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرستانید و یا نماز میگذاریده بودند و یصومون، روزه می‌داشتند و یتصدقون، صدقه می‌دادند و یحجون، یعنی که موافق خودشون حج می‌کردند و یذکرون الله کثیرا، الله را بسیار ذکر می‌کردند. لکنهم یشرکون مع الله غیره، ولی در برابر الله غیرش شریک قرار می‌دادند. خیلی که امروز الله را عبادت می‌کنه یا غوث الاعظم میگه، الله را عبادت می‌کنه یا پیر میگه. حتی تا اون اندازه که بعضی‌ها میگفتن که مثلا گیریم ما پشت ایشون گپ زدن میدیم میفهمد ایشون، بعضی ایشون دارم خیلی میگفتن که با علم غیب خبردار هستن، میگن گندزه نه که نفهمن ده خوب نداره. سبحان الله. یدعون الله و یدعون معه غیره، الله را دعا میکنن همراه او غیرش هم دعا میکردن. نعم. یذبحون لله و یذبحون لغیره، برای الله هم ذبح میکنن، برای غیری الله هم ذبح میکنن. خیلی که امروز هم برای الله هم ذبح میکنن، برای اون کسی دیگه هم یه چیز دیگه هم ذبح میکنن. ينظرون لله و ينظرون لغیره، نظر نیاز میکنن برای الله و برای غیر الله نظر نیاز میکنن.
فالعبادة حق الله لا بد من الإخلاص. عبادت این در حق الله داخل میشه. برای خاطر ما اخلاص ضرور است. یعنی عبادت خالص برای الله قرار دادن. الاخلاص هو ان توجه العبادة لله دون غیره. اخلاص آن است که الله را یعنی عبادت کرده شود، یا که گویم چه اخلاص آن است که ان توجه العبادة لله. اگر مخاطبش گیره میگن تو باید که عبادت متوجه به الله بکنی نه به غیر الله. و ان لا تعبد الا الله، جز الله یگان کسی عبادت نکنی، ولا تعبد غیر و عبادت نمیکنی. و هذا الفرق بین دین المشرکین و دین المسلمین. این است فرق میان دین مشرک ها و دین مسلمان ها. فالمشركون يعبدون الله الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله. مشركان الله عبادت میکردن. برای خاطر الله در قرآن میفرماد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. دیدید من عبادت نمیکنم آنچه را که شما عبادت میکنید. دیدید نام عبادت در مؤمن ها بود و در کافران بود. بعث الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اون مشرکایی که پیغمبر علیه السلام به سویشان مبعوث گردانید او را فرستانیده شد، یعبدون الله را عبادت میکردند و یصلون نماز میگذارند و یصومون روزه میداشتند و غیر ذلك و غیر ذلك. لكنهم يعبدون معه غیره، ولی ایشان همراه الله سبحانه و تعالی غیرش را نیز عبادت میکردند. ما اخلصوا العبادة لله. خلاص یعنی خالص عبادت را برای الله انجام نمیدادند. اذا قال له ماذا عبدت، وقتی که برایش مثال گیریم میگفتن، اذا قال له برایش میگفتن که ماذا عبدت، تو چرا عبادت کردی؟ قال سمعت شيئا يقوله الناس فعبدت. میگوید که من شنیدم یک چیز را که همون چیز مردم میگفتن فعبدت، ما هوی عبادت میکردم. سبحان الله. برای خاطر این مصیبت چه؟ مصیبتی بی علمه. مصیبتی چه؟ مصیبتی تقلید کرکرانه. فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها، چون تو را گویم سه اصل که به انسان واجب است دونستن اونها چیست؟ فقل معرفت العبد ربه. بس در جواب بگو که شناختن بنده است پروردگارش. هذا الأول إن يكم ودينه هذا الأصل الثاني أصل دويمس ونبيه وبيغمبرش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الثالث إن أصل سيوم يبين برایمون این اصولی ثلاثه میگویند که بسیار کسا رو میشناسیم که از خواندن اصول ثلاثه چنان خودشون فوکشون با آسمان میبردن که گویا که یعنی که این چیز که تحقیر میکنن، اعوذ بالله، میگن که این کتاب از خانه اینا. برای این کسا فقط کتابای مجلد و هم خیلی در کن. ثم قال المؤلف سؤالا آخر. بعضا مؤلف یک سوال دیگر گفت فاذا قیل لك من ربک، چون تو را بگوین که پروردگار تو کیست؟ فقل ربي الله. بيقول نعم. فقل ربي الله، بيقول پروردگار من الله است. الذي رباني، ذاتی که مرا پرورش کرد، و رب جميع العالمين بنعمه، و جمیع جهانیان را با نعمتاش چیکار کرد؟ پرورش کرد. و هو معبودی، و معبودی من است. لیس لی معبود سوا، برای من جز او یگان معبود نیست که او معبودی بر حق باشد. الله سبحانه و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی اصل الله من اله والله هو الاله. یعنی اصل الله را میگه از کلمه اله یا که الاله گرفته شده و هو الاله، و اله هست. یعنی ریشه همین کلمه رو گرفته. والمألوه الذي تأله القلوب محبة و اخلاصا. يعني تأله القلوب نعم محبة و اجلالا. ذاتی که مثال گیریم قلب ها را در محبت و در چه؟ در اجلال، در بزرگ شماریدن عبادت میکنن.
و خوفا و رجاء ترسیده و امید کرده و تعظیما و عزت و احترام داشته. اعرف المعارف الله، از همه معرفترین معرفه ها الله است. یعنی مراد از معرفه باید علم نحو گفته است، معرفه و نکیره. لا يسمى به غيره سبحانه، غیر الله سبحانه و تعالی الله نامیده نمیشود. و الرحمن كذلك، رحمان هم همین طور است. اسماء الله قسمان، نام های الله به دو قسم تقسیم میشه. شیخ میفرماید قسم خاص به لا يسمى به غیره، یک قسم است که خاص به الله سبحانه و تعالی بوده، غیر از الله دیگه کسی نامگذاری کرده نمیشه به اینها. مثل الله، الرحمن، رب العالمین، خالق الخلق، مالک الملک، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، النافع، الضار، المعطي، المانع. اینا نامهای الله هستند که یگان کسی این نامها رو مونده نمیشه. نعم. و قسم مشترک، یا قسمی است مشترک، معنی مشترک اون است که الله هم دارد و بنده هم مونده نامگذاری کرده میشه، ولی فرق است. و این نامی بنده است و یش نامی الله سبحانه و تعالی است. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يطلق على الله وعلى غيره، یعنی استفاده برده میشود با الله و با غیر الله. يسمى به و غیره، یعنی الله را به اون نامگذاری کرده میشه و با غیر الله. و اذا سمى الله به فله الكمال، وقتی که برای الله نامیده شود چنین نامها را، این فله الكمال، برای الله و کمال. مثال گیریم یک انسان سخی میگویند الله هم سخی است. البته سخیگی انسان یعنی یک نقصان و کمبودی دارد، یا که همون سخاوت از بایگری چیزی تیز کم میشد، اما الله سبحانه و تعالی و سخاوت او کامل است، از دادن یگان بندگان از تمامی چی هر چی که میبخشد یگان چی نقصان و کم نمیشد، کاسته نمیشد. و اذا سمی المخلوق، وقتی که مخلوق نامیده شود به یگان صفته، فله ما يناسبه، و برای و مناسب به خودش، مثل الرحیم، مانند الرحیم، والسمیع، البصیر، والعلیم، القدیر، الحی، كل هذه يسمى به، همین را یعنی با الله سبحانه و تعالی نامیده می شود. و الملک من اسماء الله، مثلا ملک پادشاه این نام الله است. و یسمى ملک من ملوک الدنیا، و نامیده می شود پادشاه از پادشاه دنیا را این نام نامیده می شود. و قال ملک ابتلي به، لكن نعم. وقال ملك ابتلي به، یا که مثال گیریم پادشاهی که یعنی سنجیده شد به همان، یا که ملکی که به همان سنجیده شد، لیکن ملک الله کامل. مثلا میگن که یک پادشاه دنیا را ملکش میگن، پادشاه را ملک میگن، لیکن ملک الله کامل، ملک الله کامل است و ملک المخلوق ناقص، یعنی که ملک پادشاهی گویم چی مخلوق این نقصان و کمبودی دارد و مسبوق بالعدم، چی این بنستی، یعنی که پیش نبود و ثانی شد، با ثانی نیست شدنش ممکن. اما ملک الله سبحانه و تعالی خیلی است و یلحقه العدم ایضا، دیده میشه میفرماید که و دستش رفتنش ممکن، نیست شدنش هم ممکن است. یزول عنه الملک، این هم همون معنا میده. و كذلك ایضا الحي من اسماء الله، حي زنده از نامهای الله است. و المخلوق حي، یعنی مخلوق هم زنده است. والله له الحیات الکامله، الله حیات کامل دارد. و المخلوق له حیات تناسبه، مخلوق یک حیاتی دارد که به خودش مناسب. حیاته ضعیفه، حیات مخلوق ضعیف است. یلحقه النوم، مثلا در برابر حیاتش چی خوابش میبرد و میمیرد و ضعیف میشود و فساد غیرون میشود. و حیات الله کامله، یا حیات الله باشد کامل است. و این چنین برای ما یعنی این باب صفات، اهل اسماء و صفات باب پرگی در عقیده واسطه ان شاء الله خشوع فهمیدن ممکن است ان شاء الله. خب فاذا قیل لك من ربك، وقتی که تو را پرسن که پروردگار تو کیست، فقل ربی الله، بگو پروردگار من الله است. هو سبحانه و تعالی المالک الخالق، و سبحانه و تعالی پادشاه است، آفرنده است، چاره بیننده است. و هو فی السماء، و در آسمان است. فوق العرش، در بالای عرش است. سبحانه و تعالی پاک است، او ذات بلند است. له الاسماء الحسنى، و نام های زیبا دارد. و صفات العلا، صفات های بلند دارد. ربی الله الذي ربانی، پروردگار من الله ذاتی که مرا پرورش کرد. ربانی بنعمه، به نعمتش مرا
تربیت کرد. خلقنی و اوجدنی، مرا آفرید، مرا با وجود آورد، من العدم، از نیستی، و ربانی بنعمتی، به نعمتش من پرورش کرد، و هدانی للاسلام، من به اسلام هدایت فرمود. ربی الله الذي ربانی و رب جميع العالمین بنعمته، تکرار کرد پروردگار من الله ذاتی که مرا پرورش کرد و پرورش کرد جمیع جهانیان را با نعمتش. و تربیت الله نوعان، تربیه الله دو نوع می شود. تربیت عامه تشمل المؤمن والكافر، تربیه عام هست که و در بر میگیرد هم مؤمن و هم کافرها را. الله تعالی رب جمیع الخلق، الله سبحانه و تعالی همه مخلوقات تربیت میکند بنعمی، با نعمتش. خلقهم، ایشان را آفرید. خلق المؤمن والكافر، مؤمنم آفرید، کافرم آفرید. و رزقهم، اونها را روزی داد. و اعطاهم السمع والابصار، به اونها شنیدن و دیدن عطا بخشید. و الافئده، قلبها، دلها به عطا بخشید. و نعم علیهم من نعم، هر انواع نعمت به اونها ارزانی داد. و ادر علیهم الارزاق، علیهم هم رزق روزی به اونها یعنی که به طریق پررگی عطا بخشید. و تربیت خاص، با تربیه خاص است، خاصه بالمؤمن، یعنی مخصوصا مؤمن تربیه میکنند. خلاص یعنی که مؤمن ها در یک کدام تربیه است که هم مؤمن هم کافرها یعنی که اشتراک میکنند، این تربیه عام. اما تربیه خاص، این خاص به مؤمن میباشد و یعنی که کافر نصیب دار نیست. و هی تربیته بالایمان، مؤمن الله سبحانه و تعالی به ایمان تربیهش میکنند. والعمل صالح، به عمل صالح توفیقش میده که عمل صالح میکنند. بان وفقه الله، گفته خدای شیخ، بان وفقه الله و هدى الله، توفیقش میده، هدایتش میفرماید. و هدى قلبش هدایت میبخشد. و جعله یقبل الحق، او را قرار میده که قابل حق میشود. و یرضاه و یختار، از او راضی میشود، اختیارش میکند. از بین همه قدر انسان ها هم مثلا گیریم یک مکتب تمام میکنه، از در اونها میبینه که مخصوص انسان ها چی میشن، یعنی که برگزیده میشن، آدمی خوب میشن، عالم میشن. و یؤثره علی غیره، او را بالای دیگرها مقدم میشمارن. من خودتون هم در مکتب خواندید، مکتب‌های عالی خواندید، میبینید که چقدر یار و دوست دارتون، انا کدومش در کدوم عقیده است امروز و کدومش در کدوم رفتار و کردار است. هذه ثروت خاصه بالمؤمن، این یک ثروت، این یک بایگری است که خاص به مؤمن باشه. الله سبحانه و تعالی به هر کدوم من شما نصیب دار گردانده باشد. خصه الله بنعمت دینیه دون الكافر، الله سبحانه و تعالی این نعمت دینی را خاص به او بخشیده، نه کافر را، به کافر نداده. جعله یحب الایمان، همه خیلش کرده که ایمان دوست می‌دارد. و زینه فی قلب، ایمان در قلبش زینت و آراسته گردانده است. و جعله یکره الکفر، همین خیل کرده است که او را کفر دیدن زمانا ناخوش می شود، یعنی که کفر بد می بیند. و الفسوق و فاسقه را مثلا مؤمن دعوت میکنن به زنا، به دوزی، فاحشه گری، دیگه کارهای ربا، چه رشوت و دیگه کارا نفرت میکنه. و یکره المعاصی، معصیت بد می بینه، این صفت مؤمن است. و جعله راشدا، او را یعنی که راهنما، راه یافته او را قرار داده است. هذا خاص بالمؤمن، این مخصوص به مؤمن است. اللهم ارزقنا. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، ولی الله سبحانه و تعالی به سوی شما ایمان محبوب گردانید، ایمان شما نقض میبینه. و زینه فی قلوبکم ای جمله و حسن، ولی زیبا زینت قرار داده قلبهای شما. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، مکروه قرار داد، یعنی چی؟ بغضه، یعنی کره به معنای بغض است، یعنی بد قرار داد به شما کفر و فاسقی و معصیت. سبحان الله، هر باره که شما را به کار فسق و دزدی و فحش دعوت میکنند، دلتان نفرت کند، حس کنید که الحمدلله، گوید که الله سبحانه و تعالی نعمتش عالم در من بوده است که الله سبحانه و تعالی فرصت که اینو برقرار کند. اما اون مؤمنایی که مثلا مدعی دعوا میکنند که ما مؤمن هستیم، ما این دست به سینه میزنند، ما این هستیم، ما آن هستیم، میگن وقتی که در هر یک کار فسق و فجور و بد اخلاقی او را دعوت میکنند، یعنی که بیم الله رفتن میگیرند، این مصیبت است. اولئک هم الراشدون، اینا هستند کسانی که محتدون الی محاسن الامور، با کارهای خوب راه یافتگان اینا هستند، هم الراشدون. فضلا من الله، این کجا؟ این مرحمت، این منت، این احسان من الله، از الله است. این ایگو کسی ایگو ملانه، ایگو شیخ نیست. و نعمت، این نعمتی پروردگار است. باید که به صاحب نعمت شما شکر و سپاسگزاری کنید که الله سبحانه و تعالی میگه لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر نعمت کنید با من بسیار میتم شما را، ولی این کفرتم اگر ناشکری کنید عذاب من سخت میفرماید. فلله فلله علی المؤمن نعمت
دینیه خصه بها دون الكافر. الله بالای مؤمن نعمتی دینی عطا بخشیده است، مخصوصا به مؤمن عطا بخشیده است، دون الكافر، نه به کافر. کافر نداده این نعمت. فاذا قیل، وقتی که بگویند که من ربک، پروردگار تو کیست؟ قل ربی الله، بگو پروردگار من الله است. وقتی که پروردگار من الله است، این باید که تو به خاطر بیاری دو نعمتی پروردگارت، نعمتی عام و نعمتی خاصشه. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، ذاتی که مرا تربیت کرد و تربیت کرد جمیع جهانیان را با نعمتش. و هو معبودی، و معبودی من است. لیس لی معبود سوا، برای من جز او یگان معبود نیست. هكذا المؤمن لا يعبد الا الله، مؤمن همین طور است، جز الله یگان کسی دیگر عبادت نمی کند، جز الله یگان چیز دیگر عبادت نمی کند. اما الكافر فله معبود سوا، اما کافر باشه و غیر از الله دیگه معبود دارد، هر چیزی که زوری کنه بس او معبودی و نعوذ بالله يعبد الله و يعبد غیره، هذا مشرک. الله را عبادت و غیر الله را عبادت میکنه، این مشرک میکنه. و دلیل على ان الله هو الرب وهو المستحق للعباده قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمین. دلیل نسبت آن که الله او پروردگار است، او حق بر لایق عبادت است، سزاوار عبادت است. الله خودش میفرماید در سوره فاتحه که در هر نماز، هر رکعت نماز میخونه مولا تمام ستایش ها برای الله است که پروردگار جهانیان است. الحمد لله، الثناء على الله باوصاف الجلال ونعوت الكمال مع محبته وتعظيمه. معناش رب العالمین ای خالق و مربی جمیع المخلوقات، آفرنده و تربیت کننده جمیع مخلوقات است. الحمد للاستغراق، در اینجا برای استغراق است. ای جمیع انواع المحامد كلها لله. معنای استغراق آن است که همه تمام نمودهای تعریف و ستایش ها همشون خاص برای الله است. رب العالمین یعنی مربیهم جمیعا، یعنی تربیتگری همه اونهاست، تربیت کننده هم اونهاست. خالقهم و موجدهم، آفرنده و ایجاد آورنده اونهاست. و منعم علیهم، و انعام نعمت بخشی اونهاست. من هم العالمون، عالم ها کی هستند؟ یعنی جهانیان. قال المؤلف و کل من سوى الله عالم، یعنی تمام چیزی که غیر الله است و عالم است. و انا واحد من ذلك العالم، من یکی از اون جهانم. کل من سوى الله عالم، تمام کسانی که غیر الله هستند اونها عالمند. والله رب الجميع، الله باشد پروردگاری همه است. و انا و انت واحد من ذلك العالم، و من و تو یکی از همون عالم هستیم. السماوات عالم، آسمان ها عالمند. والارض عالم، زمین عالم است. والجن عالم، جن ها عالمند. والانس عالم، انسان ها عالمند. والملائکه عالم، والاشجار عالم، فرشتگان و درختان عالمند. والبحار عالم، بحرها عالمند. و کل عالم، همین عالمند. كل من سوى الله عالم، تمام چیزی که غیر الله است عالمند. و هذه العوالم عوالم كلها ربها الله سبحانه وتعالى، این عالم ها را همشون پروردگارش الله است. العالم العلوی و السفلی، عالمی بالایی و عالمی پایانی، همه اونها یعنی که پروردگارشون الله است. این عالمی که در بالا هست و عالمی در پایین زمین و آسمان گذشته. فالله رب الجميع، الله باشد سبحانه و تعالی پروردگار همه است. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.